به دلیل آلودگی‌های محیطی مردم به سمت عقیم شدن رفتن و بچه‌های کمتری داره به دنیا میاد. به خاطر همین حکومتی تمامیت خواه به اسم گیلیاد به وجود میاد. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. به تمام فشار و سختی‌هاش روی زن. Now I'm awake. بکن یه روز میخوای بری خرید کنی، اما زمانی که میخوای حساب کنی بهت میگن حسابات مسدود شده و نمیتونی خرید کنی و از کارت هم اخراجت میکنن. اما این پایان ماجرا و داستان نیست. از این به بعد توی ندیمه هستی، ندیمه‌ای که دخترش و شوهرش رو به بدترین شکل ممکن ازش جدا When کردن. they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. و ندیمه‌ای که وظیفه داره ماهی یک بار با فرمانده همبستر بشه و برای اون و همسرش بچه به دنیا بیاره. You will bear children for them. زنها در سرگذشت ندیمه به چند دسته تقسیم میشن. ندیمه‌ها با لباس‌های قرمز و کلاه‌های سفید رنگ، مارتاها که وظیفه خونه‌داری دارن و با لباس‌های سبز رنگ، عمه‌ها که قدرتشون از همه یه خورده بیشتره و همسر فرمانده‌ها که با لباس‌های آبی می‌بینیمشون. قوانین سخت دیگه‌ای هم توی گیلیاد هست که اگه ازش سرپیچی کنی امکان داره دست، پا، چشم یا زبون تو ازت بگیرن و حتی اعدام کنن. There's an eye in your house. I want to keep on living for her. Do not let them grind you down. You fight. کتاب سرگذشت ندیمه به نویسندگی مارگارت آتوود که سرگذشت ندیمه به اسم جون آزمون هست که تلاش میکنه برای رسیدن به آزادی خودش و دخترش رو از چنگ گیلیاد نجات بده و از اونجا فرار کنه. خیلی هم معتقدن که کتاب سرگذشت ندیمه داستانی تخیلی هست، اما خیلی هم اینو باور ندارن. They should have never given us uniforms if they didn't want us to be an army. کتاب سرگذشت ندیمه تو مجاز هست بخونید و ازش لذت ببرید. البته سریالی هم برای این داستان ساخته شده. امیدوارم از دیدن این سریال و خوندن این کتاب حسابی لذت ببرید.